پادشاهی تخت سنگی رو در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عملکرد دیگران رو ببینه خودش رو یه جا مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ثروتمندان شهر بی تفاوت از کنار تخت سنگ عبور کردند. بعضی هم غر زدن که اینجا چه شهر بی‌نظمیه. حاکم شهر عجب مرد بی‌کفایتیه. با وجود این هیچ کس تخت سنگ رو از وسط جاده بر نمی داشت. نزدیک غروب یک مرد روستایی که بار میوه روی دوشش بود نزدیک تخت سنگ شد. بارهاش رو روی زمین گذاشت و با هر سختی و مشقتی که بود تخت سنگ رو از وسط جاده برداشت. ناگهان کیسه‌ای رو زیر تخت سنگ پیدا کرد. کیسه رو باز کرد و داخل اون کیسه تعدادی سکه طلا و یک یادداشت دید. پادشاه تو اون یادداشت نوشته بود هر صد مانعی میتونه یک موقعیت برای تغییر و تحول زندگی انسان باشه.